سال 28 خطی ما فارسی بود، زبان ما فارسی بود، همه چی فارسی بود. این کتاب صدرالدین عینی است، تهذیب سیبیل. ببینید در پایینش عنوان داره قصیده فارسی، نمیگه تاجیکی، قصیده فارسی. چیکار کردن؟ تمامی میراثی که ما داشتیم باطلش اعلان کردن و جنگ با کتاب و با قرآن و با خدای ما شروع شد. اینها کتاب های ما را، من خودم شاهدی آدم های زنده که نقل میکردن، خودشون میکنن کتاب های ما را شهید کردن. کتاب ها رو مردم به دستشون نرفتند، گفته رفتن گول کردن، کتاب ها رو در آب پرتافتن. و اینها برادرایی که مثلا با شعار برادری، برابری، آزادی و استقلال آمده بودن، کتاب ها رو سوختن و اینتلیگنسی ما رو به نام مولا از دم تیغ از سال 28 تا سال 40 از دم تیغ گذروندن و گفتن خط شما لاتین، این خطی قفامونده است، خط دقیانوسی است، این خط و درد نمیخورد، خط شما لاتینی. و 10 سال گذشته بود گفتن نه شما لاتینی نیست، خط شما کریلی. و در نتیجه زبان فارسی در آسیای مانه با جاری کردن الفبا و خط از قالب طلایی خودش بیجا شد، زبانی بسیار دغل شد، زبانی که اون توانایی